سلام دوستان گلم، توپلای شکاک خودم. امروز اومدم بهتون یاد بدم چجوری رو ویدیوهاتون کاور بذارین از داخل برنامه یوتیوب. از قبل که کاورتون رو ساختین دیگه نمیخواد اول ویدیو بذارین، همون رو ساختین ذخیره میکنین و داخل برنامه انشات اگه اشتباه نکنم باید اینجا باشه. بله، این گزینه که میبینید برنامه انشات. بعد داخل این برنامه که کاورتون رو ساختین دیگه نمیذارین ابتدای فیلمتون که داخل انشات درست کنین، میان داخل خود یوتیوب، برنامه یوتیوب رو باز میکنین. بعد این به علاوه‌ای که اینجا میبینین اینو میزنین. بعد ویدیو مورد نظرتون انتخاب میکنین. بعد این بعدی رو میزنین. بعد اینجا توضیحات رو می‌نویسین، حالا هر چیزی که میخواین آپلود کنین. بعد از این بالا اینجا شما کاور ویدیوتون رو اینجوری، حالا هر سایز هر جایی که میخواین بذارین خودتون تنظیم میکنین. تمام بالا رو میزنین. بعد دوباره دیگه اینجا هم چیزی نمیخواد. بعدی اینجا هم که نوشته برای کودکان هست یا نه، اگه هست که بالایی رو میزنین، اگه نه پایینی بارگذاری ویدیو. و از این فلش سمت چپ گوشیتون که میبینین بزنین روش اینجا. بعد ویدیوهای شما اینو میزنین و اینجا میان میبینی که داره ویدیوتون آپلود میشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.